مرد آسی. به پا خیز، هنوز خون از انگشتانت به روی تک تک مضراب‌های مصرع‌های شعرهایم روان است. به پا خیز، هنوز نفست برای باور بودنمان دلیل می‌تراشد. ای مرد، ای یگان مرد، سکوتت را، سکوت نازنینت را بشکن. کسی اینجا انتظار صدایت را دارد. اینجا هنوز دخترها و پسرهایی برای بودنت، برای خوب بودنت قصیده سر میکشند. بیا بگو خدا کجاست. به پا خیز ای ابرمرد، ای صلیب تلخ یک انسان. ارنستو. چرا ساکت؟ چرا مغموم؟ بیا این معرکه برگیر. بیا اینجا کوبا نیست. بیا مردم میان خود خدا دارند. بیا ای بی خدا مردک، بیا لایک، بی ایمان. اینجا شعر میخوانند. شعار اینجا فراوان است، برای دست گلها چیده آماده است. بیا اینجا ویتنام نیست، کوبا نیست، ایران است. در اینجا تکبوتی برپاست و مردم باورش دارند. ولی تو خوشه دستت تبرزین است. تو ابراهیم این قومی. هنوز از دست تو خون میزند بیرون و جای اسلحه روی انگشتت به تاول سرخ و بیروح است. تو لایکی و بی ایمان. خدا داند، خدا داند، خدا داند، ولی آزادی قوم بشر ایمان و ایثار است. چه داند پیرمرد خنزری وقتی که فکرش تیره و سرد است؟ به تو یک ثانیه مهلت خداوندا، مبارز از زمین پرواز خواهد کرد. بولیوی شهر کفار است، حیوان است. تو انسانی، تو انسانی، تو مردی، پنجه‌ات مردانه، عزمت راسخ و گرم است. تو مردی. با تأمل گویم و برگفتم راسخ، تو باید منجی قوم مسلمان می شدی حتما. اگرچه بی خدایی، کافری، شاید. اگرچه بی خدایی، کافری، شاید. نه باور کن، تو باید منجی قوم مسلمان می شدی حتما.